سلام بچه، چطوری؟ خوبی؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه ها امروز تو این ویدیو میخوام چند تا بهتون در واقع زبان بدن یا حرکت بهتون بگم که ببین میتونه عقل از سر هر مردی ببره و میتونید که با این در واقع تمرینایی که میگم اون مردی که میخواین رو، حالا کراشتونه، هر کسی هست، شیفته خودتون بکنین. میتونه شوهرتون باشه، یعنی ربطی نداره که متأهلین مجردین میخواین پارتنرتون رو به خودتون جذب بکنین. این حرکاتی که میگم یعنی دیگه ببین اغواگرترین و جذابترین حرکت ها برای یک زنه. زبان بدن میدونید دیگه خیلی مهمتر از زبان کلامی ما هست. درسته کلام خیلی مهمه، اما انگار بدن قبل از کلام حرف میزنه و اون انرژی با اون حرکاتی که میکنی و حالتهای بدنی، پاسچر بدنی که داری، اینا یک انرژی و فرکانسی به طرف مقابلت میده که انگار قبل از اینکه تو با کلام حرفتو بزنی اون دریافت میکنه منظور تو رو و اون حس و انرژی رو از تو میگیره. خب بچه‌ها، اولین و مهمترین قانون این که slow down، یعنی حرکاتت رو مخصوصا جلوی پارتنرت. ببینید این چیزایی که میگم قرار نیستش که من در همه مکانها، همه زمانها، جلو هر کسی که میبینم اینجوری باشم. نه، من 1000 تا چهره دارم که هر وقت تو هر شرایطی خودم صلاح بدونم اون چهره از خودم رو اونجا نشون میدم. قبلا در مورد این صحبت کردیم که دخترها میگن آینه، نه من میخوام خودم باشم، اینم خودمه، همین خودم 1000 تا چهره، اون 1000 تا چهره هم خودم هستن، اما اینکه کجا کدوم رو نشون بدم اینو من صلاح میدونم، به خاطر اینکه موقعیت رو من تشخیص میدم. خب بنابراین این منظور میخوام اینو بگم که این چیزایی که بهتون میگم رو میتونید فقط جلو اون کسی که میخواید در واقع اغواش بکنید نشون بدید. در هر صورت تشخیص با خودتونه. خب بچه‌ها، اول این که باید حرکات بدنیتون رو بسیار آروم بکنید. یعنی اینجوری آره اونجا رفتیم ببین اینجوری نباشید. خیلی آروم تکون میدید، خیلی آروم حرف میزنید حتی. یعنی این اصلا یه قانونه که برای اینکه انرژی زنانت بره بالا باید آروم بشی. اینم فلسفه داره ها، به خاطر اینکه هر چقدر آرومتری استرست میاد پایینتر، بیشتر در لحظه حال هستی، میدونی، و اون آرامش به پارتنر تو هم منتقل میشه و مردا تشنه این حس هستن، به خاطر اینکه خودشون سطح کورتیزول و استرسشون بالاست و وقتی میبینن یکی چقدر فمینین، زنانه، آروم و ناز و عشق و اینا داره میمیرن براش. خب ولی حالا ما داریم در مورد حرکت بدن صحبت میکنیم که اولا اینکه خب در موقعی که حرف میزنید از دستاتون و حرکات بدنتون استفاده بکنید، ولی خیلی آروم استفاده بکنید و میتونید که مثلا دستاتون اینجوری نکنید، مثلا اینجوری نرم ازش استفاده بکنید. مثلا یه چیزی رو میخواین بگین اینجوری مثلا حرف بزنید، آره مثلا من اینجا رفتم بعد نمیدونی چی شد، اصلا خیلی ببین میبینید. پس یک، حرکات دستتون، بدنتون آروم، راه میری آروم و با طمأنینه. اوکی، این اولی. خب بچه‌ها، مورد دوم این هستش که بتونی خیلی نرم و لطیف و خیلی کوتاه، مختصر، مفید لمسش بکنی، تاچش بکنی، نوازشش بکنی. ببینید مثلا مردا رو دیدی با همدیگر میبینن مثلا میزنه تو شونه اون، یا مثلا نهایت بخواد نازش بکنه، دلداریش بده، اینجوری میکنن همدیگر مثلا پشتشو. خب حرکت من زنی که میخوام اغواش بکنم نباید اینجوری باشه، چاکریم نداش، اینجوری اصلا نباید این کار بکنین. اوکی، خیلی مثلا نرم. مثلا دارم میگم اگر میخوای نوازشی بکنی که غیر مستقیم باشه، مثلا چون این سویشرتی پوشیده، یه هودی پوشیده یا هر چی که پوشیده، مثلا دستتو اینجوری نرم میکشی روش، اینجوری وای چه جنس خوبی داره، خیلی خوشم اومد، خیلی قشنگه جنسش، خیلی خوبه، همین. و بعد دستتو میکشی. نمیدونی که همین لمسه کوچولو چه قوقایی در بدن اون به پا میکنه. و خب اولا اینکه این در واقع باعث میشه که یه صمیمیتی بین شما ایجاد بشه و اون هم اولا اینکه راحت میشه،
یعنی اون سطح استرسش کنار تو کمتر میشه، احساس راحتی بیشتری با تو پیدا میکنه. دوم این که مثلا اونم بخواد نوازشت بکنه براش در واقع راحت تر میشه. این که مثلا خب مرد داریم در مورد مرد درست حسابی حرف میزنیم، اونا با شخصیتن، میترسن یا خجالت میکشن یه دختر رو مثلا بخوان لمس بکنن، دست بزنن بهش، چون که میگن مثلا مبادا بهش بر بخوره، ناراحت بشه. یعنی مردا در حالت کلی اصولا باید همین جوری باشه که دیدید اصلا میگن توی دست دادن وقتی که اولین ملاقات یک مرد و زن هستش، حالا چه کاری چه هرچی، اول زن باید دستش رو در واقع دراز بکنه که اصلا یعنی زن انگار اون اجازه رو، وقتی من دستم رو اول میارم برای دست دادن یعنی اینکه من اوکی ام که با تو دست بدم. مرد نباید دستش رو بیاره جلو، زن اول باید این کار بکنه و مرد هم دستش رو میگیره. اوکی، دقیقاً اینجام همین جوریه. اولین لمس رو شما بعد انجام میدید. اصلا من همیشه میگم اگر که مخصوصا توی دیت های اول پسر اومد تو رو لمس کرد، این نشون میده که نه، چی کار داری میکنی مردک؟ کی به تو اجازه داد به بدن من دست بزنی؟ اصلا چی واقعا؟ چه فکری به تو اجازه داد؟ چه فکری کردی با خودت؟ خب پس شما لمس رو شروع میکنید اون موقعی که خودت تایمش برسه، خودت صلاح بدونی، نه اینکه من چون گفتم بری الان لمسش بکنی. ببینی آیا واقعا میخوای با این آدم، میگم حالا شوهرت، رابطه چند سالته، پارتنر درست حسابیته و میخوای که این کارو براش بکنی، وگرنه باید نداره. الان دخترا میرن مثلا میگن خب آیناز اینجوری گفت فردا برم پارتنرمو لمس بکنم، پارتنری که مثلا چرت اصلا به درد نمیخوره. همه این کار رو ما برای یک مرد با کیفیت انجام میدیم. اوکی. مورد سوم یه تکنیکی هستش که حالا تکنیک مرلین مونرو معروف هستش و اونم اینه که اون تکنیک نگاه مثلثی که اول به یه چشم، بعد به چشم بعدی و بعد به لب‌هاش نگاه میکنی و بعد یا چشم تو برمیگردونی طرف دیگه و یا اینکه دوباره برمیگردی به چشماش نگاه میکنی. پس یه چپ، حالا یه چپ، یه راست به لباش و بعد دوباره اون. ببین یه الان هی من سینیری شدم. اگه یه نفر جلوتون باشه خودتون میتونید تو آینه با خودتون تمرین بکنید، مثلا این ور نگاه کنید، بعد اون ور نگاه کنید، بعد لباشو نگاه کنید، بعد دوباره برگردی به چشماش. حالا مثلا یه اینجوری هم باشه، اصلا مردا میمیرن برای این مرموز بودن که چی شد، چرا اینجوری شد، کیف میکنن دیگه از این چیزا، خیلی خوششون میاد و خیلی براشون چون خوششون میاد جذبشون میکنه، فکرشون درگیر میشه، ذهنشون درگیر همون حرکت تو میشه و اصلا قوقایی در بدنش به پا میکنه، در ذهنش به پا میکنه که نگم براتون میره میشه در مورد اینا فکر میکنه شب که داره میخوابه. پس از این تکنیک مثلثی هم میتونید استفاده بکنید. اگه گفت چرا اونجوری نگاه کردیم، هیچی، نه بابا هیچی، نه همینجوری نگاه کردم. آره. مورد چهارم و بسیار جذاب، مثلا موهاتون باز باشه، خب موهاتو ریختی این دو طرف، خب نشستی داری حرف میزنی، بعد چی کار میکنی؟ بعد مثلا یه طرف موهاتو با دستاتی گفتم خیلی نرم و آروم موهاتو برمیداری میندازی پشت سرت و گردنت رو اینجا نشون میدی و حالا مثلا میتونی گردنت هم یه لمسی بکنی. فقط خدا وکیلی تابلو نکنینا، اینجوری مثلا از این ادا در نیارین تابلو بشه که داری فیلم بازی میکنی، اصلا نباید متوجه بشه. بچه‌ها ببینید گردن انسان کلا یا زن انگار که مثلا تو با این کار داری آسیب پذیری تو به طرف نشون میدی. یعنی گردن یک زن هم زیبایی و جذابیت اونه، هم آسیب پذیریشه. گردن یه جایی گردن یکی رو میزنن، خیلی قسمت مهمیه از بدن، مخصوصا یک زن. بنابراین وقتی این موهاتو میز بیرون و میندازین پشتت و مثلا حالا یه لمسی گردنتو میکنی یا مثلا اینجوری دستتو میکشی، در همین حد دیگه 2 ساعت اینجوری نکنی، در همین حد. و اصلا میگن که این فرمون های زنانه در واقع از این قسمت پخش میشه. فرمون یه سنتیه، چطور بگم، بو نمیشه گفت، رایحه نمیشه گفت، یه جور انرژیه، یه جور حسه که زن به مرد میده و اون مرد بوش میکنه، حسش میکنه، نمیدونه چی اینو دیوونش کرده، نمیدونه چیه، ولی میدونه که دیوونه شده، میدونه که عاشق شده. خب پس در حالت کلی، حالا اگر هم مثلا موهاتون بسته بود که میگم میتونید مثلا سرتون اینجوری خم بکنید آروم و مثلا حالا اون که داره حرف میزنه مثلا اینجوری با گردنتون هم بازی بکنید. آره راست میگیم. بچه‌ها پنجمین موردم خیلی خیلی مهمه، اونم این هستش که سکوت رو رعایت بکنی، ساکت باش. حتی بعضی وقتا قشنگه که آدم با صدای بلند بخنده،
یا با صدای بلند حرف بزنه. اما وقتی کنار مردی هستی که میخوای حالا جذبش بکنی، اقواش بکنی، سکوت واقعا معجزه میکنه. و همیشه من میگم وقتی با یه مردی، با یه پسری میشینی، خب مخصوصا حالا پسر خجالت میکشه، یه سکوت مرگبار این وسط حاکمه. نه اون حرف میزنه نه تو. خیلی از دخترها میان این کار میکنن که اینا شروع میکنن به حرف زدن، از این ور تعریف میکنه، از اون ور تعریف میکنه، از در و دیوار و چرت و پرت میگه که وقتی زیاد حرف میزنی، قبلا هم تو پستا بهتون گفتم، یا مجبوری غیبت بکنی یا مجبوری یه سری اسرار رو از خودت پخش بکنی که در هر دو حالت به ضرر توئه. خب بنابراین کم باید حرف بزنی. اگر سکوت تو هم سکوت کن، بذار اون کم کم یاد بگیره که اونو باید حرف بزنه، تو بیشتر گوش بدی. نمیگم باید لال بشیم، نه، اما باید کمتر حرف بزنیم، یا مثلا باید در سکوت بخندیم، لبخند بزنیم. ببین اینا بازم میگم، حالا یه سریاتون میگن نه اینا 100% نیست، قطعی نیست. یعنی حرکتایی هستن که شما بعد یه مدت خودتون تشخیص میدید که کی من باید این حرکت رو انجام بدم، کجا باید این کار رو بکنم. و یعنی من نمیگم که وقتی رفتی با دوست پسرت مثلا ببینیش و فلان اینجوری بکنی، نه من باید نباید حرف بزنم، نباید بخندم، نباید فلان. نه، من دارم میگم اینا یه سری حرکات خیلی جذابی هستش، بادی لنگویج های بسیار اغوا کننده و جذابی هستش. حالا شما شرایطشه، چه میدونم شب با هم نشستین، اولین بار میبینیش، یا مثلا همسرت یه شب خاصی باهاش دارین، این حرکات رو بهش نشون بده. خب و قرار نیستش که گفتم کل تایم و ساکت باشی، هیچی نگی، سوال پرسید آروم حرف بزن. گفتم هر چقدر کمتر حرف بزنی همونقدر قشنگتره. میخوام که ببینید اون آرامش رو ما انگار که میخوایم به اون منتقل بکنیم، به جای اینکه استرس و اضطراب رو بهش منتقل بکنیم، اون آرامش رو میخوایم منتقل بکنیم. اوکی؟ مورد 6، آینه اون باش. یعنی میتونی، نه همه حرکاتش رو، بازم تاکید میکنم 100% نیست چیزایی که میگم، بعضی حرکاتش رو یا مثلا یه جملهش رو، 2 تا جملهش رو میتونی تکرار بکنی. مثلا دارم میگم پارتنرت، همسرت یه جمله‌ای داره که همیشه اینو هی میگه، تو وقتی که حالا مثلا یه شرایطی پیش میاد، یه بحثی پیش میاد که تو فرصت پیش میاد که اون جمله اونو حالا تو بگی، خب مثلا مردم اینو خیلی خوششون میاد، خیلی دوست دارن، انگار که احساس میکنن اون تاثیر رو روی تو گذاشتن که مثلا تو اون حرف اینو دوباره تکرار میکنی. و انگار که خب مردا گفتم بهتون قبلا دیگه، ذاتاً نارسیسیست هستن، خودشیفته هستن. وقتی احساس میکنن که آره مثلا این داره شبیه من میشه، این داره از من تاثیر میگیره، این داره جمله منو تکرار میکنه، این داره مثلا فلان حرکت، حالا دست چیه، منو تکرار میکنه، این براشون لذت بخشه. پس اینم میتونید اگر مثلا حالا تکی کلمه خاصی داره، چیز بدی نباشه البته، من اینو کاملا تایید میکنم، خیلی تاثیر خوبی داره و این کار میتونید انجام بدید. یعنی طرف رو میرر میکنی، mirroring him، انگار آینشی، انگار که خودش رو در تو میبینه، حالا با گفتن یه تیکه کلامش یا اینکه یه حرکتی که هی انجام میده رو تو تکرار میکنی، که انگار اون یه حرکتی مختص اونه، یه تیکه کلامی که مختص اونه، تو وقتی حالا یه بار 2 بار تکرارش میکنی، اون کیف میکنه و خیلی خوشش میاد، این براش خاصه، جذابه، میمونه تو ذهنش. و مورد 7 و آخر، بچه‌ها باید یاد بگیرید که کی حرف بزنید. ببینید ما یه قانونی داریم که کی در واقع بیای جلو و بخوای حرف بزنی و بخوای تاثیر بذاری، بخوای منظورت رو برسونی، بخوای خودتو پرزنت کنی، کی باید تکیه بدی بری عقب و حالا دریافت کننده، حالا میشینی ببینی طرف چی میگه، حالا میخوای دریافت بکنی، تاثیر بگیری، گوش بدی، نگاه بکنی، ببینی با کی طرفی، چی داره میگه. اینو باید یاد بگیرید که کی بیایید جلو حرفتون رو بزنید، کی تکیه بدید و حرف گوش بدید. خیلی ها مثل یک رادیوی خراب شکسته فقط ور 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 چرت و پرت میگن، یا اینکه وقتی طرف حرف میزنه اصلا گوش نمیده، یا اینکه وقتی خودش حرف میزنه چرت و پرت میگه، حرف درست حسابی نمیزنه، یا غر میزنه، یا غیبت میکنه. اینا چیزای قشنگی نیست اصلا. شأن خودت رو با کلمات و حرفایی که میزنی، با حرکاتی که داری، نشون داری میدی به طرف مقابل. خب خیلی ها مثلا میگید که دیت اول رفتیم، دیت دوم رفتیم، دیگه بعدش به من زنگ نزد، دیگه بعدش پیام نداد. عزیز من، زبان بدن تو و زبان کلام تو،
اینها تعیین کرده که طرف ببینه که تو چه جور دختری هستی. آیا من این تایپ منه، میخوام باش وارد رابطه بشم یا نه؟ خب حتما تایپش نبودی. حالا من نمیگم که باید خودتون رو تغییر بدید و تایپ اون آدم بشید، به هیچ عنوان. من خودم رو تغییر نمیدم تایپ کسی باشم. من اون آدم میذارم کنار، میرم سراغ کسی که منتظر میشینم، یا اینکه مثلا رو خودم کار میکنم تا اون کسی وارد زندگیم بشه که اون تایپ منه، من تایپ اونم. خب اما من دارم میگم که اینا چیزایی هستن که خوبه، برای خودمونم قشنگه. وقتی من حرکاتم آروم باشه، حرفام آروم باشه، بدونم که باید گوش بدم، که باید اینا اصلا مذاکرات کاری هم تو اگر داشته باشی، مالی هم اگر داشته باشی، خیلی بهت کمک میکنه. یعنی این 7 زبان بدنی که بهتون گفتم که بسیار بسیار تاثیرگذار هستن، شما میتونید تو هر مذاکره و مصاحبه‌ای که حالا تو کارتون، شغل، هر جا که هستش، میتونید رو طرف مقابل تاثیر بذارید. اغواگری فقط برای پارتنر و همسر نیستش که تو میتونی هر کسی رو اغوا بکنی و به اون نتیجه که میخوای برسی. اوکی؟ آره، پس دیدید که مثلا اون داره حرف میزنه، نپر وسط حرفش، یا مثلا نظر نده، یا مثلا فلان نکن، تکیه بده، بذار حرفشو بزنه، تو هم گوش کن، سرتو تکون بده، تایید بکن. توی پستای قبلی که گفتم توی جر و بحث چجوری باید زنانه حرف بزنیم، رفتار بکنیم، اونجا کامل توضیح دادم، برید اونم ببینید حتما. ولی در حالت کلی آره، حرفشو گوش بدید، تایید بکنید، فکرتون جای دیگه نه، اینور اونور نگاه نکن، ساعتتو نگاه نکن، فلان. اینا اصلا قشنگ نیست. اینکه مثلا تو فکر بکنی که طرف مقابل من چه میدونم خوردش بکنم، تأخیرش بکنم، فلان، اصلا نه. اصلا دیدی چرت و پرت هم میگه، اب نداره، گوش کن، اون روز اون ساعت رو بگذرون، بعد دیگه رفتی، دیگه بهش زنگ نمیزنی، نهایت دیگه باش حرف نمیزنی، مثلا اگه اولین دیتته. پس گوش میدی، بعد نظری داشتی، حرفی داشتی، میای جلو، حرفتو میزنی، در واقع نظرتو میگی، خودتو پرزنت میکنی و دوباره حرفتو زدی، دوباره تکیه میدی که ببین اون چی میگه. یعنی این رفتن و اومدن رو باید رعایت بکنی، نه کلا اینجوری باشی، نه کلا اینجوری باشی. این تعادل باید اینجا رعایت بشه. و اینو بگم که این حرکت و اینجور رفتار کردن برای مردهای با کیفیت، ثروتمند و قدرتمند بسیار جذابه، چون که اینا چیزایی هستش که ببین مردا خیلی بهش اهمیت میدن، که این نزاکت، ادب، رفتار، آداب و معاشرت رو تو بلد باشی. این براشون خیلی مهمه که یه زن عاقل باشه. یه زنی که عاقل باشه این کارو میکنه. یه زنی که احمق باشه یا میشینه گفتم غیبت میکنه از این اون نگاه کن، اینجوری میکنه، مرده میگه بابا گم شو بابا، این چیه، این کیه؟ حالا هر چقدر میخواد هزاری هم خوشگل باشه یا مثلا زیبایی خفته باشه، مهم نیست. میدونید چی میگم؟ لطافتتون رو جایی که لازم دارید استفاده بکنید. خب بچه، این 7 زبان بدنی بودش که بهتون گفتم، خیلی مهمه. اینم بگم مهمتر از همه اینا این هستش که اینا رو تمرین بکنید که دیگه اصلا جزئی از خودتون بشه. ببینید بچه ها، شاید فکر کنید که اینا تمرین هاییه که چیزای اضافیه که من باید انجام بدم، اما اینو باید بگم، این حقیقت رو باید بهتون بگم که اگر تو انرژی زنانت بالا باشه، کلا انرژی در تعادل باشه، حاله پاک و جذابی داشته باشی، انرژیت سبک باشه، خب پاک باشه، تمیز باشه انرژیت، که توی ویدیوهای دیگه گفتم چجوری باید پاکسازی بکنید، هم لحاظش منتالی، روحی، روانی گفتم، هم لحاظ شیمی، فیزیکی فلان گفتم. برید ویدیوها رو خودتون ببینید دیگه، اصلا همه ویدیوها رو ببینید، تو هر کدوم کلی نکته مفید هست. آره، زنی که اینجوریه، انرژی زنانش بالاست، متعادله، اصلا این حرکت ها رو بدون اینکه خودش بخواد عمدن انجام میده. نیازی نیستش که بشینه فکر کنه ببینه که خب الان اینجوری بکنم، الان اینجوری، ایوای دستم، نه اصلا این دیگه کلا حرکاتش همینجوری هست، همینجوری حرف میزنه، لبخندش واقعیه، تصنعی نیست، فیلم بازی نمیکنه. زنی که در جوهره زنانه خودش باشه اصلا همین جوریه. حالا ما میایم میگیم اوکی، تو انرژی زنانت بالا نیست، تو هنوز به تعادل نتونستی برسونی انرژی زنانتو. اوکی، اولا این که دوره زن افسونگر رو من دقیقاً برای همین ساختم. اون همه سال زحمت کشیدم، بدبختی کشیدم، به خاطر اون دوره رو ساختم. بیارید تو شرکت بکنید، انرژی زنانه از بیخ در شما بره بالا، قشنگ برگردی به جوهره زنانه خودت، برگردی به اصالت زنانه خودت. خب حالا نمیخوای، نمیتونی، فلان فلان، اشکال نداره. چیکار میکنیم؟ میایم اینا رو fake it to make it میکنیم، یعنی یه مدت نقشش رو بازی میکنیم، الکی اداشو در میاریم تا این کم کم در ما نهادینه بشه. چون
یه حرکتی رو وقتی که هی تکرار بکنی این در واقع دیگه تبدیل میشه به خودتو، این تبدیل میشه به عادت، تبدیل میشه به بخشی از خودت. مثلا میگن عبارتهای تأکیدی نه فایده ای نداره، چرت و پرت فلان. ذهن قبول نمیکنه که آره، اولش قبول نمیکنه، ولی تو وقتی هی تکرار میکنی ذهن میگه آره خوشگلی، راست میگی. اولش میگفت تو خوشگلی موهای تو شبیه میمونی، کجات خوشگله. بعد که انقدر دیگه هی تکرار میکنی دیگه انگار ذهن سرخم میکنه، میگه اوکی باش راست میگی، نه الان فکر کنم خوشگلی، آره دماغت راست میگه خوشگله، آره چشاتم خوشگله، راست میگی. و این کم کم ذهن در واقع میپذیره چیزی رو که تو بهش میگی، دستور میدی، میخوای ازش. اوکی، اینم دقیقا اینجوریه. پس حالا یکی میخواد که بره از ریشه این زنانگیش رو ترمیم بکنه، شفا بده زخماشو. یکی میگه که نه، من میخوام اینجوری تیکه تیکه رفتارهای زنانه رو کپی بکنم، فکر اداشو در بیارم تا کم کم بهش تبدیل بشم. طبیعتاً که کسی که از بیخ و بن از ریشه اونو حل میکنه فرکانس انرژیش خیلی بالاتره. اما اینا هم تأثیر گذاره. اگر بازم از این موضوعات میخواین توی کامنت برام بنویسین. لطفاً لایک و شیر و کامنت یادتون نره و سابسکرایب. بچه سابسکرایب بکنین. بذار یه دونه چپ راست بهتون نگاه کنم اغواطون کنم. نه خدا وکیلی سابسکرایب و لایک و کامنت شیر اینا همه من خیلی انرژی میده، خیلی زیاد. همه کامنتاتون هم میخونم، همه رو. بعد اینکه خیلی دوستتون دارم بچه ها. تا ویدیوی بعدی